سلام دوستان، به کانال کافی کریپتو خیلی خوش اومدید. امروز 20 فروردین است. با تحلیل طلا خدمت شما هستم. برای امروز دو تا عدد مهم داریم. اول 7,375,000 و 7,365,000 که استارت زیر این عدد میتونه کامل جلوی روند صعودی رو بگیره. بازار بالای این عدد قرار بگیره، بالاتر خواهد رفت که میبینید الان قیمت تو همون حدودها هستش، 7,364 هستش و برای اصلاح هم محدوده 7,340 فوق العاده سنگین هستش. پس یه محدوده سنگین داریم که میتونه قیمت رو نگه داره که از 7,365 تا 7,340 حرکت بازار رو شکست میتونه مشخص کنه. برای خرید نقدی احتمالاً فردا و امروز به محدوده فوق العاده 7,125,000 و 6,945,000 خواهیم رسید که نقطه ورود خیلی خوبی برای شما و خود من هستش. این محدوده برای خرید نقدی بد نیست. دوستان کم ریسک صبر کنن تا یک شنبه هفته آینده که نتیجه جلسه روز شنبه اعلام بشه و پرریسک‌تر نقدی به صورت پرریسک‌تر میتونید خرید خودتون رو با مدیریت سرمایه انجام بدید. محدوده 7,125,000 تا 6,940,000 عجیب و غریب اصلا حمایت داره و حمایت های گردن کلوف، اصلا میگم خود دولت پشت این حمایت ها هستش. محدوده 7,125,000 تا 6,940,000 حواستون به این مناطق باشه و به نظرم امروز میتونید با رسیدن به این نقاط خرید خودتون رو انجام بدید.